سلام. چند وقت پیش یه استوری دیدم از یه روانشناسی که نوشته بود که وقتی که شما با یه نفری ازدواج میکنی یا وارد رابطه میشی، باید یادت باشه که هم با خانوادهش داری ازدواج میکنی، هم با مسائل مالیش و هم با تروماهای دوران کودکیش. یعنی اینا همه با همدیگه یه پکیجه و نمیشه هیچ کدوم رو حذف بکنی. به نظر من این موضوع در مورد همه روابط انسانی هست، یعنی توی محیط کار هم همینه. شما نمیتونی فکر بکنی من میرم با یک نفری همکار میشم و دقیقاً اخلاقها و رفتارهاش و حتی عکس العملهاش همون چیزهاییه که من انتظار دارم. چند وقت پیش با یه در واقع آقایی داشتم صحبت میکردم در یک همایشی که یه تعداد زیادی نیروی انسانی داشت و چالنج‌های خاصی هم با نیروی انسانیش داشت و به شوخی داشت میگفتش که دعا میکنم یه روزی ربات ها بیان تا من ربات ها رو استخدام بکنم و این چالنجایی که با نیروی انسانی دارم حذف بشه. به نظر من این خیلی تفکر ساده لوحانه‌ایه. ما باید بپذیریم که همونطور که توی رابطه وقتی شما با یه آدمی وارد رابطه میشی، همه این مسائل رو که داره اتفاقا باعث رشد تو میشه. اگر که دو نفر آدم بالغی باشن و بپذیرن که این تروماها وجود داره، من در دوران کودکی آسیب هایی دیدم، تو در دوران کودکی آسیب هایی دیدی، ولی میتونیم به همدیگه کمک بکنیم که خودمون به راهکار برسیم. یه مسئله دیگه ای که هستش اینه که کلا ما از قضاوت کردن آدم ها، توهین کردن به آدم ها لذت میبریم و گاهی وقتا فکر میکنیم اینجوری آدم ها عوض میشن، در حالی که آدم ها، هر کسی باید خودش به راهکار برای مسائل درونی خودش برسه. تو محیط کار هم باید این رو بپذیریم. ما نمیتونیم با قضاوت کردن آدم ها، با توهین کردن بهشون باعث تغییر در اونها بشیم. ما فقط میتونیم مثل رابطه تمرکزمون رو روی خوبی های طرف ببریم. در هر رابطه ای اگر بخوای که رشد بکنی، باید تمرکزت روی خوبی های طرف باشه تا اون طرف خوبی هاش افزایش پیدا بکنه و خودش به راهکارهایی برای آسیب های درونی خودش برسه. و یه مسئله دیگه که هستش، توی همونطور که بعضیا مثلا به رابطه اینطوری نگاه میکنن که آره من مثلا با هر آقایی میرم توی رابطه یا با هر خانومی که میرم توی رابطه کلی مسائل وجود داره، پس من ترجیح میدم تنها باشم. خدا کنه مثلا یه روزی برسه که یک رباتی ساخته بشه که دقیقاً همون چیزی باشه که من میخوام، دقیقاً تیپ و قیافش همون چیزی باشه که من میخوام، همون حرفایی که من میخوام بزنه، همون طوری که من میخوام به من عشق ورزی بکنه. منتها مثل همون حرفی که در واقع این آقای کارآفرین گفت، این هم یک تفکر ساده لوحانه است، به خاطر اینکه ما از مسیر باید لذت ببریم نه از هدف. یک کوهنورد نمیره کوهنوردی که فقط به قله برسه، در واقع توی مسیر اون چالش هایی که داره باعث رشدش میشه، باعث میشه که جسمش و روحش قوی بشه و به مسائلی که داره فکر بکنه و برای اونها راهکار پیدا بکنه، ارادش رو قوی بکنه و خیلی چیزهای دیگه. توی رابطه به نظر من، توی رابطه با همکار، توی رابطه با در واقع رابطه عاشقانه و هر نوع رابطه‌ای که مستلزم این چالش ها هستش، باید حواسمون به این باشه. ممنون که گوش کردیم.